برادر عزیز تو مسلمانی، چون این را مخاطب می کنم در این جمع ما روزخور نیست، ولی در آینده من مطمئنم یا از طریق تلویزیون خواهد شنید یا در آینده صدای من به گوش او خواهد رسید. برای تو برادری که روزه میخوری این را میگویم که 11 ماه را خوردی، 11 ماه را خوردی. حالا یک ماه مبارک رمضان یک ماه است، یک ماهی که دروازه های رحمت الله باز، دروازه های بهشت باز. در این ماه که تو هدایت نشوی چی وقت میخوایی هدایت بشی؟ در این ماه که به بهشت نری کدام وقت میخوایی به بهشت بری؟ همین رمضان اگر انسان رو وارد بهشت نکرد دیگر هیچ امکان نداره انسان به بهشت برد، چون دعای پیامبر هست، دعای جبرئیل به آمین پیامبر هست که میفرمایند جبرئیل میگوید هلاک باد آن انسانی که رمضان بگذرد به او هنوز گناهکار باشد. پیامبر میگوید آمین. تو نظر به این حدیث پیامبر تو از جمله هلاک شده هایی، ولی 10 روز دیگه مانده خود را نجات بدی از این هلاکت، خود را نجات بدی. دروازه الله باز هست، توبه کن، تضرع کن، گریه کن. 19 روز را به غفلت سپری کردی. متاسفانه ادیر میگن جوانها در اوج جوانی، زور، قوت، بازو. برادر قصه کرد گفت یکی از دکانها را مشاهده کردم که وقت چاش دکان پایین کشید، متوجه شدم که روزه میخورن. خب این دکان را که پایین میکشی از نظر مخلوق که دوزخی نداره، چرا از نظر مخلوق خود را غایب میکنی؟ او خدایی که بلندسر تو حاضر و ناظر، او خدایی که این روزه رمضان را برای من و تو نعمت عظیم و بزرگ داده، او خدایی که دروازه های بهشت را باز کرده که ای انسان بیا به بهشت، ولی تو میگی نه من بهشت نمیام، میخوام به دوزخ میرم. دوزخ او میگه دروازه های دوزخ بسته هست، میگیم نه من باز میکنم میرم به جهنم. حالا اینجا گناهی کی هست؟ آیا میشود بگیم خدا در حق انسانها ظلم میکنه، انسانها رو به دوزخ میبره؟ پس ای برادر عزیز، ای برادر غافل، 10 روز دیگر از رمضان مانده، متوجه باش که به این 10 روز جبران کنی، شب قدر را دریاب که جبران بشه. و همچنین نکته برای بعضی از خواهران که در کوچه و بازار در رمضان هم بعضی به بی‌حجابی دیده میشوند. تو خواهر مسلمان به رمضان که با حجاب نشی، چی وقت با حجاب میشی؟ کسی روزه میگیره برای خود میگیره، کسی با حجاب میشه برای خود حجاب گرفته، عزت گرفته. مگر اگر همه انسان ها روزه بخورن برای خدا چی ضرر وارد میشه؟ خداوند جهنمی ساخته، بهشت ساخته. روزه میگیری برو به بهشت، روزه نمیگیری برو به جهنم. فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. با حجاب هستی برو به بهشت، بی حجابی برو به جهنم. با حجابی با عزت زندگی کن، بی حجابی با ذلت و خواری زندگی کن. همه ما و شما بارها و بارها مشاهده کردیم چیزی که موضوعی که یک شیرینی در جای گذاشته، یک چاکلیت اگر پوش داشته باشه هیچ وقت مگس ها و حشرات با او رجوع نمیکنه، ولی پوش نداشته باشه همه مگس ها با او رجوع میکنه، تبدیل به یک لجنزار میشه. زن با حجاب تا بی حجاب چنینه. زن با حجاب چنان هیبتی داره، عظمتی داره، شکوهی داره که چشم فساقر میسوزانه. چشم فساقر میسوزانه حجاب زن مسلمان. فساق و فجار ناامید میکنه، شیاطین جنی و انسیر ناامید میکنه، ولی زن بی حجاب فساقر امیدوار میکنه، شیاطین جنی و انسیر امید